برادران عزیز، تماشابینان گرامی قدر، ما در یکی از مغازه‌های شخصی دیاری در زمین، شخصی که در سختی‌های روزگار مردم همیشه برای مردم برای شما بود. در دهه این شخص را با نام حامد محمود نام میبرند. در حقیقت این فرد ناتکرار است. دلش صاف، نگاهش نیک نسبت به مردم می باشد. همیشه پهلوی مردم بوده، خدمت‌های شایسته برای این دیار نموده است. برای پیشرفت زندگی مردم مساعدت کرد، قرض داد. زمانی اومد که زحمت‌های سنگین‌ترین را کشید، ولی دیار را ترک نکرد. برای چی؟ کادر دیار و فرد دیار خواست برای آن همین گوشه دیار که تاجیکستان عزیز است خدمت شد. ما همراه اکوی حامد گلی بای میکنیم. این نفر یکی از صاحبکاران موفق، من هم حضور میخوام که صاحبکارشم در بارشون بذارم. یکی از صاحبکاران موفق هستن، بهترین شخص هستن. نگاه شما، کار شما عموما در حدود دهه کار کردن تا چه اندازه دشواری ها دارد، تا چه اندازه سختی ها رو پس حساب کرده، یک معلومات میدادید خود میشه. چند ساله که در تجارت مشغول هستید، از چی سر کردید و حالا تا کجا قرار دارید؟ ما زیاده از 20 سال است که همین تجارت سر کار داریم. زیاده از 20 سال. زیاده از 20 سال همین تجارت کریستال خیلی مشکل‌تر است. مشکلش در آن است که قرض میگیرید، قرض میگیرید. خیلی باید. برای دیار من با مناسبت 35 سالگی اقدام گرفتیم که یک تا مغازه خوراکواری، مغازه زمانوی خوراکواری برای دیار ساختن. بله. زنده باشید مشهور. حامد محمود یک جوان راست قبل، قوی اراده و نیک نظر می باشد. همین شما عموما از مبلغ چند قدر سر کردید همین تجارت؟ ما از همین مبلغ 200-300 دلار همین خیلی سر کرده و مبلغ قرض و همین خیلی کار سر کرده خیلی تا به همین روزا رسیده. تمام ساکنان دهه این فرد ناتکرار را دوست داشته، نسبتش احترام های خاصه دارند. اینجا دفتری شما هستن؟ بله بله. خب خوش بکنم بود. هم خیلی از دورتر نگاه کنید. همین قرض می رود. در اینجا بزرگ دفتری ترین دوران این کس در دهه کار کردن بینی پا دشواره، نام به نام، حرف به حرف، کی ساعتی چند از کجا قرض گرفتگی ان همین دفتر پوشیدگی است. یعنی برای این کار رو انجام دادن، برای این کار رو بود کردن دل بزرگ، وجدان پاک در است. ما برای شما، برای تجارتتان برکت میخواهیم و خواهش میکنیم که همیشه در بر دیار رو در خدمت مردم دیار باشید. رحمت زنده باشید. همین جان برای کار برای شما.